عرض سلام و درود خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی کانال. یکی از شاهکارهای زیبای بورس رو می‌خوایم امروز با هم دیگه بررسی کنیم. با توجه به اینکه خیلی هم برام پیام گذاشته بودین که فزر چی میشه، می‌خوایم تو این ویدیو فزر رو با هم دیگه بررسی کنیم. برای خودم هم جذاب است. با توجه به اینکه خودم اصلا سهامدار فزر نبودم، خب سود قابل توجهی فزر داره. همونجوری که داخل تابلو داریم می‌بینیم چون فارسی شد. بذارید من این افزونه رو خاموش کنم. خب پویا زرکان آقدره رو دارید میبینید که تو بازار اول فرابورس عرضه شده و 52,000 میلیارد تومان ارزش بازارش هستش. ارزش بازار فزر خیلی رشد پیدا کرد و با توجه به اینکه طلای جهانی هم رشد پیدا کرد و این کارخونه‌ای که استخراج طلا انجام میده از کانسنگ‌های طلا. برای اون دوستانی که الان نمیدونن میخواستم اینو بگم. حالا میایم داخل کدال. آخرین گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه 38404 رو منتشر کرده که اگر 39 بشه میشه سال مالی فزر. یعنی الان تاریخ چندمه دارم برای شما این ویدیو رو میذارم. امروز 21 آذره، 21 9 روز دیگه فزر میره مجمع. خب فزر میره مجمع و یک داستانی که هستش اونم این هستش که میخوام بررسیش کنیم ببینیم فروشش به چه صورت بوده تو اینجا. همین ابتدا من میخوام به شما بگم که تولید و فروش فزر، فروش داخلیشو که داریم میبینیم، فروش صادراتی هم نداره. قبلا حالا فکر کنم یک مقدارش صادر میگه و اونم الان جمعش کرده و همه رو داخلی داره میفروشه. و ماشین حساب رو اگه برای شما بیارم، یک فروش زیبا رو ما داشتیم از 38 نسبت به 38403 رکورد فروش داشته. الان اینجا 23 رو من اگه بزنم تقسیم بر 2000 میلیارد تومان اینجا فروش داشته، تقسیم بر 1100 میلیارد تومان کنم 11 کنم 79% رشد فروش داشتیم. رشد فروش فزر بوده 79%، یعنی چیزی حدود 80% روند فقط افزایش فروشش از ابتدای امسال نسبت به 12 ماهه سال مالی گذشتهش بوده فزر و این فوق‌العاده هستش برای سهام فزر. حالا جدای از فروشش بخوایم صورت‌های مالیش رو با هم دیگه بررسی کنیم. اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره 9 ماه منتهی به 31/6/1404 حسابرسی فقط متاسفانه نشده که این حسابرسی نشدهش هم خوب هستش. یعنی اگر ما بیایم توی 6 ماهه فزر رو بررسی کنیم، اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 31/3/1404 حسابرسی شدهش رو بخوایم با هم دیگه بررسی کنیم، اینجا شما میبینید که توی 6 ماه تونسته 2000 میلیارد تومان سود خالص بسازه. نسبت به سال قبلش فوق العاده بوده. شما دارید میبینید اینجا هم بخوام برای شما یه تقسیمی انجام بدیم، 184 881 تقسیم بر 11 781 کنیم 62% که اینجا 63% حالا زده روندش کرده. خب نسبت به سال مالی قبل 63% سود خالصش رشد پیدا کرده که این توی امسال فوق‌العاده بوده برای نماد فزر. ولی اصل سود رو یک شرکت دیگه میسازه، شرکت تخت سلیمان که به حساب زیر مجموعه و شرکت تابع فزر هستش. یک سایر درآمدهای عملیاتی 257 میلیارد تومان داشته، یک سایر درآمدها اون 25 میلیارد تومان داشته که خب عددی نمیشه. ما اگر بخوایم همین سود رو ضرب در 2 کنیم، خب من 6 ماهه هستش، با توجه به اینکه اصلا روند سهم مثبت هستش و روند فروش به حساب نرخ جهانی اونس جهانی طلا همین الان 4200 در حال معامله شدن هستش، میخوام اینو 6 ماه رو اصلا ضرب در 2 کنم ببینم چه عددی میشه.
میشه 3000 و تقریبا 850 میلیارد تومان باید فروش داشته باشه. یعنی 3850 میلیارد تومان باید فروش داشته باشه که میبینید اینجا 3200 میلیارد تومان فروش رو تونسته شناسایی کنه. 3850 میلیارد تومان این پی بی ایش فوق العاده پایین میفته. 3850 رو ما بخوایم ضرب داره اگر همین سود رو هم بسازه، من پی بی ای به حساب تارگتش هم 7 بگیرم، 26 میلیارد و 800 باید ارزش بازارش باشه. یعنی 26 و 800 اگر بالاتر در حال معامله شدن باشه، این به خاطر این هستی که تقسیم سود بالایی داریم. این 52000 میلیارد تومان، یعنی 2 برابر اون چی که داره میسازه رو خب دارن پول میدن میخرن. یعنی پی بی ایش الان یه جورایی 14. من اینو ضرب در 14 بکنم این سودشو، خب همین 3800 رو ضرب در 14 کنم، پی بی ایش میشه، بله، پی بی ای فزر 50 تقریبا 3000 میلیارد تومان هستش ارزش بازارش. یعنی پی بی ای فزر میشه 14، یعنی 14 سال شما فزر رو نگه داری، سود سهامت رو بگیری، ارزم به حضورت پولی که گذاشتی روی فزر رو کامل برداشتی. ولی یک مشکلی که هستش اونم این هستش که این پی بی ای که داره اینجا میسازه خیلی بالاتر از اون پی بی ای کل بورس هستش. پی بی ای کل بورس رو بخوایم بزنیم، من ضرب در 7 رو بخوام برای شما بگیرم، کل بازار سرمایه مثلا 7 باشه، 26000 میلیارد تومان، یعنی چیز حدود 25000 میلیارد تومان، 26 تا حالا 26000 میلیارد تومان دیگه فزر داره بیشتر معامله میشه. و این با خاطر نرخ‌های جهانی طلا هستش و یک مقداری خود بازار الان جهش مثبت هستش و الان جایی هستش که شما میتونید سیو سود کنید. و ولی کسی اگر پویا زرکان آق دره رو داره، کسی کارخونه طلا رو نمیفروشه. یعنی شما اومدی زیر 26000 میلیارد تومان ارزش بازار خرید زدی، خب این که میگن 26000 میلیارد تومان شما داری اینجا 52000 میلیارد تومان روی ارزش بازار تابلوی فزر داری میبینی، خب اینو الکی نمیگم، یه سابقه معاملات رو نگاه میکنی، سابقه معاملات رو اینجا نگاه کنی، برمیگردی ارزش بازارش رو بخوام برای شما بیارم اینجا، مثلا اول آخر بذاریم اینجاها رو برای شما بیارم، مثلا 31404 رو بخوام با هم دیگه بررسی کنیم ارزش بازارش رو، اگه برای من این TZMC بیاره، ارزش بازار فزر رو شن زده 23000 میلیارد تومان. یعنی فزر نه تنها نمادش به صورت اگر کسی خرید داشته تا همین 9 ماهه امسال، از ابتدای سال، از تاریخ کی، از تاریخ 31/1404 کسی خرید داشته فزر رو 23000 میلیارد تومان ارزش بازارش باشه، الان 52000 میلیارد تومان باشه، خب من میخوام چیکار کنم الان برای شما 52000 میلیارد رو بذارم که میدونم همتون هم مشتری هستید، برای همون میخوام زیاد سخت نگیرم بهتون و تخفیف هم بدم. 52000 میلیارد رو برای شما بزنم، خب 52000 میلیارد تومان ارزش بازارش رو تقسیم بره چند زده اینجا ببخشید، ارزش بازار رو اینجا زده 23. خب 23 400 360 هم بزنم، یا ما ریاضیاتمون خیلی اشتباهه. خب من اگه بیام 552.73 رو، خب 52.73 رو خیلی رون تقسیم بره 23 4 3 کنم میشه 2. من بازم همونجوری شد که یک لحظه، یعنی 2 برابر شده. خب 23 یعنی 2 برابر اگر شده باشه، میخوام روندش رو برای شما حساب کنم، 23 و 43، خب ارزم 2 تقسیم بره 52 مثلا 43، 44%
اگر ما درست زده باشیم 52700. خب 52700 من اشتباه زدم. خب 2343 بذار دقیقه کاملش رو بزنیم که اشتباه هم پیش نیاد. خب با هم دیگه بریم جلو. من چون میخوام سریع اینقدر مطلب هستش، این ویدیو قرار طولانی باشه، الان 10 دقیقه گذشته. خب پس اگر تا به اینجای کار دیدی ویدیو رو، حتما لایک رو بکوب، چنل رو ساب کن، اون زنگوله رو فعال کن که ویدیوهای بعدی سریعتر به دستت برسه. 23,000 میلیارد تومان تقسیم بر ارزم به حضور شما ارزش بازار الانش هم بیاریم، تقسیم بر 52,710 44% دقیق فقط روی سرمایهش کسی که فزر رو داشته فقط تونسته سود بگیره. یعنی شما اگر یک سرمایه‌ای داشتی برای مثلا 200 میلیون تومان، حالا ما اگر روندش کنیم 50% بگیم، شما 100 میلیون سود کردی. 44% روی سرمایه 200 میلیون، مثلا 200 میلیون اومدی فزر رو خرید زدی. خب رو کل سرمایه 44% همین الان توی سودی. به علاوه این که همین الان میخوای بری مجمع بری اوضاع فهم کنی، این سودی که فزر ساخته رو همه رو به حساب ازش کسر میشه. یعنی شما صورت‌های مالی رو من اگه بیارم تغییر در حقوق مالکانه، این پایین چند زده، میخوام برای شما حساب کنیم ببینیم سود سهام مصوبش 2500. یعنی هر چی ساختم اینجا میاد تقسیمم میکنه. یعنی خیلی خوبه این سهم. حالا ما اگر از اینجا بیاریم، خب بذاریم ببینیم تقسیم سودش با هم دیگه چقدر هستش. تقسیم سود نماد فزر، خب 29-24 رو برای شما بزنم، 29-24 رو بزنم تقسیم بر 21-66 کنم، یعنی 2924 میلیارد تومان اگر سود کل سال 39403 باشه که داخل تصویر داریم میبینین، 39403 سود زیان جامعه که حساب رسی شده این مال 1403 بوده. خب از این سود 2166 میلیارد تومانش اومده به سهامدارا داده. تقسیم بر 2166 چیز حدود بذاریم من 29-24 رو بزنم تقسیم بر 21-66 کنم، 34% دوباره 21-66 تقسیم بر 29-24 کنم، 74% از 2900 میلیارد و 2924 میلیاردش و 74% اومده تقسیم سود کرده. یعنی شما اگر تورم اینجا 50% باشه، تورم 50% باشه، 25% بیشتر از تورم شما روی فزر هم سود کردی، هم رشد سرمایه داشتی، همین که الان داری میری 39 روز دیگه مجمع. بعد از این تاریخ این ویدیو حتما این ویدیو رو هم داشته باش، لایک و بکو. و یه صورت‌های مالی جالبی هم که داره بخوای با هم دیگه نگاه بکنیم. خب صورت مالی من 6 ماهش رو اگه برای شما بیارم اینجا، گزارش صورت‌های مالی، خب گزارش تفسیریش حالا بعد با هم دیگه این نگاهی میکنیم. خب ببینید این کل گزارشش هستش برای سالی که بوده. حالا اومده 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 404. خب 6 ماهش. و جالبیش میدونی چیه؟ جالبیش اینه که یک بخشی داره، اگه من برای شما بخش رو پیدا بکنم خیلی خوب میشه. خب فکر نمی‌کنم داخل این باشه، باید داخل گزارش تفسیریشون باشه. گزارش تفسیری رو بزنیم با هم دیگه این نگاهی بکنیم ببینیم به چه صورت بوده. گزارش تفسیری بر شرکت پویا زرکان آقدره، من اینو بزرگش کنم که شما هم ببینید، بخوایم با هم دیگه یک بررسی داشته باشیم. این از بالا هستش این شرکت، حالا عکس برداری که کردن بر اساس آخرین اینو کامل اگه تونه وقت داشتین حتما کامل بشینید بخونیدش. یک اطلاعات خیلی جامع و مفیدی در رابطه با فزر و شرکت زیر مجموعه‌اش تخت سلیمان میده. عمده سود فزر و شرکت زیر مجموعه‌اش تخت سلیمان داره میسازه. ظرفیت اسمی سالانه شرکت استخراج 715,000 تن کانسنگ طلادار است.
شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان شرکت تابع داره ظرفیت اسمی تولید 12 تن کنسانتره طلا و نقره، 25 تن کنسانتره جیوه، 600 تن فلان سدیم و 700 کیلوگرم شمش طلاست، 684 کیلوگرم شمش نقره و 3 تن جیوه. این شرکت واقعا یک شرکت عجیب هستش. حالا جالبه به شما بگم این ذخیره مجوزها و فرمان‌های برآورده سنگ آق دره رو اومده برای شما زده، تراورتن شکلاتی رو اومده، کانسنگ نقره رو اومده زده و بقیه رو داریم می‌بینیم. ولی توی به حساب استحصال مواد معدنی تخت سلیمان به این صورت هستش که داری داخل تصویر می‌بینید. خب و ظرفیت‌های اسمی بخش‌های مختلف شرکت و گروه رو آماده زده که به چه صورت بوده. حالا کانسنگ طلا با عیار 1 مثلا 18 گرم بر تن، تو هر تن مثلا اینقدر طلا هستش، مثلا چیزی که زده. خب و جالبه به شما بگم که یک اطلاعات پایداری اومده یک جای پیش بینی کرده که اگر اینکه خود روند عرضه تولید جهانی طلا در سال 2024 با افزایش 3.5% نسبت به سال 23 3661 تن افزایش یافت. نمودار زیر روند تغییرات تولید مواد معدنی طلا از 2010 را نشان می‌دهد. اومده تقاضای طلا رو گفته که چجوری هستش. بخش تکنولوژی 326 تن، بخش سرمایه‌گذاری 1180 تن و بانک‌های مرکزی 1045 تن بوده. تقاضای کل طلا رو اومده گذاشته اینجا براتون که خیلی جالب هستش. و نمودار که اومده اینجا برای شما گذاشته، نمودار زیر مقدار طلای خریداری شده توسط بانک مرکزی چین رو نشان میده. ذخایر طلای چین در حدود 2300 تن میباشد. چین به شدت داره ذخیره‌های طلاش رو افزایش میده. حالا اومده بدهی ایالات متحده و اینا رو اومده داستاناش رو گفته چجوری هستش که بدهی رفته بالاتر و قیمت، یعنی خود دلار توی جهانی بی‌ارزش‌تر شده و قیمت طلا رفته بالاتر و تا آخر سال 2025 اومده گفته مثلا 3000 فلان و این چیزی که اومده اینجا گذاشته توی 31/6 خب صورت مالی 6 ماهش که منتهی به خرداد هستش، الان قیمت طلا 4300 دلار هستش. خب یعنی خیلی بیشتر از این چیزی که اومدن پیش بینی کردن. اینجا میانگین هم یا مثلا 3000 من 4300 یعنی 700-800 تا بالاترین. خب و اومدن مقایسه کردن عملکرد بازده طلا در سایر با بازده سایر دارایی‌ها. یک چیز نموداری رو اومده، یه جدولی رو اینجا گذاشته. سود بانکی رو گفته 18%، دلار رو گفته 24% تو کشور ما، مسکن 27، شاخص کل بورس 30%، طلا 36%. جالبه بازده طلا امسال از اینا بالاتر بوده. همونطور که این اطلاعاتی هم که بهتون دادم، خود خواب سرمایه‌ای که شما روی نماد فزر داشتین 44% سود سرمایه‌ای گرفتین، علاوه بر این یک سودی هم برای شما مجمع میریزه و فوق‌العاده بوده. حالا اومده دارایی‌هاشو گفته و اینا. از این بخشا میخوام رد بشم. عمده سود فزر رو چرا میگم تخت سلیمان داره میسازه؟ حالا جالبه که شما میگم تخت سلیمان رو میخوان ارز اولیه کنن بیارنش توی بورس. خیلی خوبه، یعنی از زیر تابع، چون الان معافیت مالیاتیش هم داره تموم میشه، یه جورایی میخوان تخت سلیمان رو بردارن دوباره بیارنش بذارنش توی بورس و ارزش کنن، از خود فزر میخوان جداش کنن. خب اینم باید مد نظرتون حتما قرار بدین، به خاطر اینکه بیشترین سودش رو داره فزر تخت سلیمان میسازه. بیشترین سود فزر رو داره تخت سلیمان میسازه. خب اینجا آمده نحوه قیمت گذاری در رابطه با محصولاتی که تولید میکنه بوده. مثلا شمش طلا رو که داره تولید میکنه یا شمش نقره یا کنسانتره جیوه و غیره، گفته به چه صورت هستش نحوه نرخ گذاریشون. خب با دلار نرخ تتر خودمون هستش، دلار بازار آزاد هستش و
خب میگه از سایت اطلاع رسانی طلا و سکه TGGU داره اینو برمیداره و انقدر ضرب میکنه که فروشش انجام بشه. من اون جدولش اگه پیدا بکنم برای شما عالی هستش، اون جدول رو برای شما بیارمش. مصرف انرژی شرکت، ارزش سهامش، سهامداراش، امتیازات حاکمیتی، دوره‌های مالی و نسبت مطالباتش رو آورده. یک نمودار تحلیل حساسیت سودآوری داره، ارنینگ پر شیر داره. خب نرخ هر کیلوگرم طلا رو اومده اینجا برای شما گذاشته، بعد مقدار فروش طلا در کیلوگرم مثلا 650 تا 700 کیلوگرم، 850 کیلوگرم، اینجوری برای شما افزایشی ازش. بعد دلار رو اومده برای شما گذاشته، گفته این بالا اگه دلار 92 تومن باشه، دلار اومده 103,000 تومن حساب کرده. خب ما الان دلار شنیدیم، دلار 113,000 تومن. با دلار 113,000 تومن EPS هر سهم باید 1150 تومن باشه. خب این اطلاعات صورت مالی میان دوره 9 ماهه منتهی به 31/6404 هستش. خب من از کدال آوردم اینجا، شما EPS شو که اومدیم اینجا دیدیم. خب با هم دیگه بستمش این صفحه رو، یک لحظه من بیارمش اینو. خب این پایین بود نمودارش. خب میخوام اینو بهتر توضیح. آره با دلار 113,000 تومان اگر فزر فروشش رو داشته باشه، خب و همین 700 کیلوگرم رو بخواد حفظ کنه، ولی الان دلار بازار آزاد الان چیز حدود 127,000 تومان در حال معامله شدن هستش دلار. خب این اومده حالا مثلا 115، ما بی روندش میکنیم به بالا دیگه. خب چون شرکت عالی هستش و گفته اینقدر به ازای هر سهم. برای اینکه ببینیم اینو درست پیش بینی کرده یا نه، ببینید توی 39,403 540 تومن به ازای هر سهم داده، 540 تومن به ازای هر سهم با این سرمایه. جالبه یه چیزی به شما بگم، و اگر من اینجا بتونم دارایی هاشو بیارم، خب ببینم چقدر دارایی داره. ببینید جمع دارایی های، حالا من حسابرسی نشدهش هستش. خب میخوام حسابرسی شدهش باشه که بهتر باشه. این حسابرسی شده هستش، میان دوره 6 ماهه منتهی به 31/1404. خب صورت وضعیت مالیشو اگر بیاریم، یعنی فزر از کل 3400 میلیارد دارایی که داره، 3416 میلیارد جمع داراییاش که داره، حالا یا بروز کرده تا 39,403، اینا 4,000 میلیارد بود. حالا یک بخش مثل که فروش داشته یا اینا کار ندارم. اینجا شما دارایی های نامشهودش میبینین کم شده، یه 8% منفی شده و حالا کار نداریم. باید اینو در بیاریم که به چه صورت بوده، جمع دارایی ها شامل چیا بوده. میخوام بگم که از 3400 میلیاردش چقدر میتونه بسازه؟ اومده 2000 میلیاردش رو ساخته. خب یعنی شما شرکتی رو داری خرید میزنی که 2000 میلیارد تومان سود خالص داره میسازه با این سرمایه، با یک همچین سرمایه و نسبت به دارایی‌هایی که داره چیز حدود شما 3000 میلیارد و، یعنی میخوام ببینید چقدر از پتانسیل دارایی‌هایی که داره خب داره سود میده این دارایی‌هاش. مثلا شما یه زمینی داری، میگی این زمین میدمش به اجاره، مثلا سالی 1 میلیون، سالی 1 میلیارد، ماهی مثلا 20 میلیون، چه میدونم 50 میلیون، 100 میلیون. خب ولی یک نفر دیگه است میاد تو اون زمین یه کارخونه میزنه و خب ماهی 1 میلیارد در میاره، سالی 100 میلیارد. خب برای این داره میاد 16 1 076 3416 میلیارد. خب تقسیم بره، من بخوام اینو حالا یا اینو درست میزنیم یا دوباره باید برگردم دوباره اینو محاسبه کنم که ببینید درسته یا نه. در 2000 78%، خب چیز حدود 78% داره سود میسازه نسبت به دارایی هایی که داره.
حالا جالبه اون شرکت تحت سلیمان هم باید بیاریم توی حساب کنیم، باز از این کم میشه، یعنی از این 78% کم میشه، یعنی اون الان توی این نیست. شما بیا اینجا اطلاعات گزارش تحصیلیشو بیاریم ببینیم پروژه‌ای که داره، پروژه کارخانه فراوری روی معدن جدیدی هستش که دارن چیز میکنن، کشف میکنن، استخراج کان، سنگ، طلا. خب تشریح فعالیتاشو بریم توی طرحش نوشته یه پروژه گازرسانیه و فاضلاب شماره 1 و این داستانا که چیز خاصی نیستش، یعنی عمده سودش هم سود سهامه. سود سهام چی هستش؟ سود سهام خودش یا سودیه که ساخته شده براش، این پایین باید نوشته باشه. خب برای من اگه بیاره جان ننوشته متاسفانه. سود همون تخت سلیمان هستش که گفتم 2000 میلیارد میسازه، اینو میاره جمع میزنه با خودش، خب با چیزی که خودش ساخته میشه مثلا اون عددی سودی که ما در آوردیم. حالا جالبه فروشش هم همینقدر رشد داشته. شما فروشش اصلا فروش فوق العاده ای بوده، میبینید دیگه اینجا فروش نسبت به سال قبل چقدر رشد داشته. خب واقعا فروش عالی بوده. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، موفق و شاد و پیروز باشید. تمام بررسی‌های بنده فاقد اعتبار هستش و به خاطر علاقه هستش که به بازار دارم. اگر تصمیمی گرفتین مسئول تصمیمتون خودتون هستید برای خرید، فروش، نگهداری یا اینکه بخواید با سهام بریم مجمع یا از سهام بیایم بیرون. پی بی ای سهام رو توضیح دادیم، اطلاعات سهام رو توضیح دادم، همه فروش رو به حساب اطلاعات کلیش رو توضیح دادم. یه سری اطلاعات دیگه هست که شما باید بره خودتون به دست بیارید که توی این ویدیو واقعا دیگه نمی‌گنجه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. موفق و شاد و پیروز باشید.